کلیپ جالبی است. اینجا من داشتم بین کلیپ هایی که تو لپتاپ من بود قزوینی، ببینید قضیه امامت رو الان دیگه احمد آقا اعتراف کرد که شما دعا بکنید پیامبرم میشید و امامم میشید و خلاصه این منصب خاص برای 12 امام نیست. قزوینی حرف جالبی میزنه، دوستان این کلیپ رو بذارید. بعد برادر عزیزمون سوالی داشتن که آیا اشخاص عادی می توانند به درجه عصمت برسند یا خیر. برادر عزیز من، شما در متن زیارت عاشورا که سندن 100% صحیحه، افرادی که نسبت به این قضیه برای شما از کنم اشکال میگیرن، اینها یا علم رجال نخواندن یا یه مقداری خلاصه مشکل و شیشه خورده دارن. بیف پرده عرض کنیم، از نظر سند کاملا صحیحه و مثل حدیث قدسی هست. ما در سایتمون هم با ادله متعدد 3 تا 4 تا سند داره، همه رو ثابت کردیم که صحیحه. در اونجا ما از خدای عالم میخواهیم، خطاب به امام حسین، و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، خدا مرا به اون مقام محمودی که شما داشتید مرا برسانه. رسیدن به مقام عصمت این چیز ساده ایه، یعنی عصمت یعنی هیچ گناهی نکنه، فکر و گناه هم نکنه. میگن از امام راحل رضوان الله تعالی علیه سوال کرده بودن در رابطه با حضرت آیت الله العظما خنساری، سید احمد خنساری، چون در مسجد فیضیه نماز میخواندن. خب مشهور است که ایشون به خدمت ولی عصر هم شرفیابی داشتن. میگن که آیا ایشون عادل هست، ما میتونیم از پشت سرش نماز بخوانیم؟ ایشون میگه شما از عصمت آقای خنساری از من سوال کنید، نه از عدالت ایشون. یا مثلا در رابطه با شیخ انصاری میگه من در عمرم نه تنها گناه نکردم، فکر گناه هم نکردم من. خب اینها میتونه افرادی باشن. حتی در رابطه با مرحوم مقدس اردبیلی میگه من 40 سال عمل مباح انجام ندادم، عمل مباح انجام ندادم. خب اینا چیز طبیعیه، این افراد عادی. من میگم که این مذهب با خودش درگیره، این دین با خودش درگیره. ببینید هر کس میتونه معصوم باشه. خب خاک بر سرتون، مسلمان ها رو در به در کردید. در 12 قرن هست که ائمه معصومن، ائمه معصومن، حدیث کسا آیه تطهیر، ائمه معصومن، این عصمت تکوینی داشتن، الله سبحانه و تعالی اینا رو برگزیده. خب خاک بر سرتون، الله خانساری هم شد معصوم، انصاری هم شد معصوم، هر کسی هم میتونه بشه معصوم، فکر گناه هم نکردن. این دین با خودش درگیره، تموم کردن، چیزی ندارن برای گفتن. الان دیگه تناقضاته، یک حرفی میزنن بعد دوباره نقصش میکنن. اگر قرار باشه که هر گوساله‌ای بیاد معصوم بشه، خانساری و فلان و فلان آیت اعظام فلان و جج اسلام، پس این عصمت ائمه چه معنی داره؟ الله سبحانه و تعالی آیه تطهیر رو نازل کرده برای طبق ادعای اینها، در اینکه عصمتی هم نیست در آیه تطهیر و چیزی نیست، همه خزعبلاتی است که اینا دارن به خورد شیعیان میدن. بعد پیامبرم حدیث کسا رو آورده و فاطمه و علی و حسن و حسین زیرش آورده که ها اولای اهل بیت یذهبن الرجس و فلان، و این عصمت شد و پاک و تمیز شدن رفتن. حالا یک آخوند گرگ زده خانساری این میشه معصوم. میگم اینا درگیرن با خودشون. این کلیپ رو داشته باشید، اینو توجه بکنید. البته به خاطر تصاویر خانمایی که هست من معذرت میخوام، احمد جان یکم تصویر رو دور نشون بده که چون بله اگر تو مانیتور استودیو نشون بدید. به امیرالمومنین گفتن شما چرا به زنها سلام نمیکنی؟ پیغمبر به زنها سلام میکنه. حضرت علی فرمود پیغمبر 30 سال از من بزرگتره، من نگرانم به یه زن جوانی سلام کنم او یه جوری جواب بده دل علی بلرزه. این یعنی ممکنه علی مواظب خودش بود. حالا خب 4 تا
آیات عظام صیغه‌ای فکر گناه هم نمی کردن، کار مباح هم نمی کردن، همه فروضات رو انجام می دادن. علی می ترسید که با زن جوان دست بده. چرا؟ چون که خب در اینجا فکر گناه رو می کرد، می ترسید که شهوتش تحریک بشه. پس علی معصوم نبوده. طبق سخنان استاد اخلاقشون، مفسر قرآنشون، آقای قرائتی، علی دست نمیداده به نامحرم، به دختران جوان میترسیده از خودش، چون که معصوم نبوده. این واقعیت است، علی معصوم نبوده. این یکی میگه که حیات عظام اینا معصوم بودن و هر کس میتونه به درجه عصمت برسه. اون گوساله سامری آیت الله خمینی در کتاب دیگری من خدمت شما نشون بدم در مورد احمد جان اینو نشون بده. کتاب حکومت اسلامی، تالیف مرجع عالی قدر امام مجاهد سید روح الله خمینی. در اینجا دروس فقهیش در ذی‌الحج 1389 الولایت تکوینیه. در اینجا چی میگه؟ و این من ضروریات مذهبنا، البته بالاترش رو بخونیم، و ثبوت الولایه و الحاکمیه لامام علیه السلام، ثبوت حاکمیت و ولایت امام علیه السلام، لا تعنی تجرده عن منزلته التي هي له عند الله، یعنی به این معنی نیست که ما از منزلتی که در نزد الله داره اون منزلت رو پایین بریم. ولا تجعلوا مثل من عدا من الحکام، مانند دیگر حکامشون کنن. فان للامام مقاما محمودا، امام مقام جاویدان و محمودی دارد و درجه سامیه، درجه بسیار عالی، و خلافتا تکوینیه، یعنی امامت امام تکوینی است. یعنی چی؟ یعنی از علی تا امام زمان همه اینها قبل از اینکه بشریت خلق بشن، قبل از اینکه انسانها آفریده بشن، اینها امام بودن. تکوین اینها، جوهر زندگی اینها امامت است. اینا این نبودن که به منزله امامت رسیده باشن، اینا اصلا امام به دنیا آمدن، اصلا از روز ازل امام بودن. خلافت تکوینیشون این معنی رو میده. تخضع لولایتها و سیطرتها جمیع ذرات هذا الکون، همه ذرات این کائنات، مهتاب و ستارگان و خاک و باد و آب و همه ذرات کائنات تابع خلافت و ولایت تکوینی امامان هستند. کفری بالاتر از این کفر هست؟ همه اینها الله سبحانه و تعالی همه اینها رو مخلوقات خودش آفریده که تسبیح الله سبحانه و تعالی رو میگن، طوری که در قرآن کریم میاد. اینا میگن که اینها همه چیان تابع خلافت و ولایت تکوینی امامن. و این من ضروریات مذهبنا، میگه از ضروریات مذهب ما شیعیان این است که ان لائمتنا، که برای امامان ما مقامی دارن که لا یبلغه ملک مقرب، که فرشته نزدیک درگاه الهی هم بهش نمیرسه، ولا نبی مرسل، و نه پیامبر مرسل. نبی مرسل یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، هیچ کدام اینها به مقام امامان شیعه نمیرسن. این در صفحه 52 کتاب حکومت اسلامی که در مورد عقیده ولایت فقیه نوشته، خمینی در اینجا این مطلب رو آورده. اون احمق دیگرش قزوینی از اینجا خبر نیست که در این کتابای نمیتونه یکی هر کدومش به نوبه خودش یک دروغی رو میگه. اون میاد میگه که هر کس میتونه معصوم باشه. خب اگر هر کس میتونه معصوم باشه یعنی عصمت یعنی چی؟ عصمت ائمه یعنی چه معنی داره؟ خلاصه درگیرم با خودشون. نمونهش هم این احمد آقا که در قضیه امامت دلیل میاره از قرآن و تناقض در تناقض. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی فقط یک کمی عقل به اینا بده.